دقیقاً کی و چگونه تصمیم گرفتید که کتاب ضد اسلامی بنویسید؟ در حیات شما دین چه مقام داشت؟ به چه باوری داشتید؟ کدام اظهاراتتان درباره اسلام بیشتر تحقیرآمیز بود؟ وقتی که شما اسلام را قبول کردید اطرافیانتان چگونه مناسبت کردند؟ من فکر میکردم اسلام دروغ است. اسلام این تهدید است. من تقریباً 2000 تهدید مرگ گرفتم و نهایت تصمیم گرفتم کتاب ضد اسلامی می نویسم. خدایا به من نشانه یا چیز مانند آن فرست تا من 100% باوری داشته باشم که این راه درست است. دور از خوابم نبرد. من این را قبول کرده نتوانستم. این خیلی عجیب است. السلام علیکم برادر یورم وان کلاور. تشکر برای قبول تکلیفمون. ما از دیدن شما خیلی شادیم. پیش از همه میخواستم بپرسم که یورم واقعا کیست؟ و علیکم السلام احمد. تشکر به شما برای تکلیفتان. با شما بودن برای من شرف بزرگ است. من 23 ینوری سال 1979 در امستردام تولد شدم. در عائله عادی، یعنی اهل عائله‌ام این پدر، مادر، برادر خردی، خواهر و گربه بود. در امستردام در عائله پروتستانت‌های واقعی تولد و به وای رسیدم. پس از ختم مکتب من دانشجوی ساحه دینشناسی شدم. چند سال معلم شده کار کردم. در دوام حیاتم در هلند بسیار چیزها روی دادند، خصوصا اگر عاید مهمترین حادثه‌های گپ زنیم که به اسلام ربط داشتند. من در حزب آزادی با سیاست فعالانه مشغول گشته بعداً وکیل پارلمان شدم و نهایت تصمیم گرفتم که کتاب ضد اسلامی نویسم. چیزی که همچون کتاب ضد اسلامی آغاز شد با جستجوی خدا انجامید و نهایت مرا مسلمان کرد. در حیات شما دین چه مقام داشت؟ به چه باوری داشتید؟ پیش از آن که مسلمان شوم من نصرانی پروتستانت و پیرو کلیسای اصلاح شده بودم. همه ما انجیل می‌خواندیم، نام‌های نصرانی داشتیم، تعمید یعنی کریسچین شده بودیم، به کلیسا می‌رفتیم و هاکذا. یعنی به این معنا ما مسیحی کامل بودیم. البته من به موجودیت آفریدگار باور داشتم، به موجودیت جنت و جهنم، فرشتگان و هیها و البته به واسطه به آن چیزی که نصرانی‌ها را از مسلمانان جدا می‌سازد باور داشتم که عیسی مسیح پسر خداست، بیشتر به معنای فلسفی. البته من او را خدا می‌دانستم و البته به احیا و مصلوب شدن مسیح و به کفارت گناه‌ها باور داشتم. اما از بس که سگانه یک مفهوم پیچیده است، نوابسته از آن که شما به آن باور می‌کنید یا نه، آن خیلی پیچیده باقی می‌ماند. زیرا انجیل خبر می‌دهد که خدا جاویدان است. اما اگر شما جاویدان باشید و همزمان بمیرید، شما نمی‌توانید ابدی و جاویدان باقی مانید. از این رو هنگامی که من الکی کمی کلان گشته تقریباً 16-17 ساله شدم، من به جستجوی جواب‌ها به چیزهایی که به من منطق می نمودند سر کردم. من به بسیار کاهنان، واعظان و حتی روینها مراجعت کردم، اما پاسخهای آنها قناعت بخش نبودند. همه این گفتگو مرا دشوار می‌گرداند و در نتیجه من به همه این شبهه پیدا کردم. ولی من به خود گفتم نه، من این چیز را حالا کنار گذاشته به آن باور میکنم. شاید عقل من برای درک این مسئله حالا توانا نباشد و من باوری به خدا را ادامه دادم و باوری داشتم که عیسی یک شخص خیلی مهم است. باوری داشتم که او پسر خداست، اما من به تفصیلات این باوری داخل نمی‌شدم، بلکه آن را همان طوری که هست و میگذاشتم. دقیقاً کی و چگونه تصمیم گرفتید که کتاب ضد اسلامی بنویسید؟ پس از ختم مکتب میانه من به دانشگاه داخل شده در آنجا دینشناسی را آموختم و عجیبش آن بود که روز اولی به کالج رفتنم رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 موافق آمد و من الکی آن زمان به خود گفتم که این مسلمانان واقعا دیوانه اند و دین آنها حقیقی نیست. پس از چند سال آنها در هلند تئو وان گوگ یک کارگردان مشهور را در کوچه کشتند. او را پرانده خواستند گلویش را ببرند. بعداً کارد را به شکم او خلانده در آن پیام را برای دختر با نام عیان حرسی علی گذاشتند که در آن آمده بود نوبت توست. همه این مناسبت ضد اسلامی مرا چنان پرزیار کرد که قرار دادم وقتی آن رسیده است که در سیاست فعال شده برای نجات کشورم از این شر کار انجام دهم. یعنی عامل با سیاست مشغول شوی شما اسلام بود؟ درست، واقعا سبب اسلام بود. برای همین من تصمیم گرفتم که کتاب نوشته به مردم فهمانم که چرا اسلام برای تمام جهان خطرناک است. هنگامی که من کتاب می نوشتم، چنانکه قبلا گفتم، همان شبهه ها درباره مسیحیت بار دیگر سر زدند. این البته درباره جستجوی حقیقت بود، زیرا من مسیحی صادق بودم. نتیجه این بود که سوالهایی که من عاید مسیحیت داشتم طریق مفهوم اسلامی جواب خود را یافتند. زیرا در آغاز نوشتن کتابم بسیاری ها گمان می‌کردند که این کتاب خصوصیت سیاسی داشت، اما اون بیشتر نه خصوصیت سیاسی بلکه خصوصیت دینی داشت، چون من می‌خواستم به مردم نشان دهم که اسلام همچون دین چه تهدیدی دارد و من آن را از نقطه نظر نصرانیت نوشته بودم. از این رو من در ابتدا بین مفهوم مسیحی درباره خدا و مفهوم اسلامی قیاس کردم. همین طور من به تحلیل مقایسوی شروع نمودم. از بس که من درباره سگانه شبهه داشتم، وقتی به توحید در اسلام نگریستم آن برایم فهم‌آور نمود و آنگاه من تصمیم گرفتم که انجیل را دوباره مطالعه کرده آن را به یاد آورم و
بفهمم که چرا مفهوم اسلامی توحید در مسیحیت وجود ندارد. وقتی که من تورات را دوباره خواندم دیدم که پیغمبران در تورات پیوسته تکرار میکردند که خدا یگانه است. آنگاه قرار نمودم خوب من تنها به سخنان عیسی مسیح که در انجیل آمده است نظر خواهم کرد و خلاص. در انجیل حکایه وجود دارد که چی طور یک شخص نزد عیسی آمده میپرسد مهمترین چیز در حیات چیست؟ چی طور من میتوانم بهشت را به دست آورم؟ و عیسی به او جواب میدهد دو چیز است ای اسرائیل، یکم این که خدا یگانه است و دوم آن که به همسایه‌ات معامله ای را که نسبت خود میخواهی انجام ده. آنگاه من فکر کردم که حتی عیسی مسیح میگوید ای اسرائیل خدای تو یگانه است و به خود گفتم که مفهوم مسلمانان درباره خدا خیلی منطق‌تر بوده چیزی است که من در تورات و انجیل پیدا نمودم. من میدونم که تعلیمات مسیحیت همچون دین کاملا دیگر است، نه آن مفهومی که اوید خدا در انجیل میبینم. پس از چند هفته تحقیقات و آموزش دقیق کتاب‌های گوناگون من فکر کردم که شاید توحید حقیقت است. انا همین طور همش آغاز شد. هنگام تحقیقات خود به کدام سرچشمه‌ها تکیه میکردید؟ از بس که من هنوز حیرت زده بودم در حال به چند جایها اوید به این مسئله های دینی مکتوب نوشتم. یکی از آنها شیخ عبدالحکیم مراد پروفسور دانشگاه کمبریج بود. همه این البته عجیب مینمود. تصور کنید که من هنوز سیاستمدار بودم و کتاب ضد اسلامی را با هدف ضد اسلامی می نوشتم، ولی به پروفسور مسلمان کشور خارجی مراجعت نموده میپرسم آیا به من کمک کرده میتوانید؟ من به او گفتم که کتاب می نویسم و سوالهای زیادی دارم و با او آشکارا فهمانیدم که چرا من فکر میکردم که اسلام تروریسم را پهن نموده زنان را ظلم میکند و با نصرانیان مخالف است و غیره. تخمینا بعد از 6 هفته من از او مکتوب خیلی مفصل گرفتم که در آن او همه چیز را روشن بیان کرده و بسیار سوالهای من مستقیما جواب داده بود. همزمان به من مصلحت داد که کدام کتاب و مقاله ها را بخوانم و با کی مشورت کنم. یعنی وای به من همه چیز را به طور مفصل فهماند. اما وقتی که من همه این کتاب ها و مقاله ها را خواندم و در بین پیامبران انجیل و محمد صلی الله علیه و سلم مقایسه نمودم برای دعوای آن که آنها را پیامبر بودند و نه دیگر هیچ دلیل نداشتم. همین طور من فکر کردم که اگر من بنابر این اساس ها موسی را پیامبر دانم و او را نه پس سبب چیزی دیگر است. پس من از خود پرسیدم که چرا من او را پیامبر نمیدانم. فکر کردم که شاید از آن سبب باشد که زن زیادی داشت، ولی در این حال اگر شما به سلیمان، داوود، ابراهیم و آدمان بسیار در انجیل نظر اندازید میبینید که آنها نیز زنهای زیادی داشتند. حتی اگر از دایره کتاب‌های دینی بیرون رویم و از جهت فرهنگی به اروپا، آفریقا، آسیا و دلخواه جای دیگر نگریم میبینیم که مردان به سبب‌های گوناگون یک چند زن داشتند. از این رو من به خود گفتم که این دلیل شده نمیتواند. همین طور دلیل‌های من با نوبت برباد رفتند. نهایت من گفتم خوب یا باید اعتراف کنم که هیچ کدام از آنها پیامبر نبودند. هرچند من میدانستم که این طور نیست، زیرا گفتار، کردار و معجزه‌هایی که آنها نشان میدادند قطعاً اثبات پیامبری آنها بود. یا باید اعتراف کنم که شاید محمد نیز پیامبر است. من دودیله شدم. اینک در اول من فکر میکردم که این از همه شخصی بدترین است. من این فکر را از تاریخ حاصل نموده بودم. سپس من گفتم او پیامبر نباشد هم شاید به این درجه بد هم نیست، ولی نهایتاً مرا شبهه فرا گرفت. ممکن او واقعاً پیامبر باشد. البته من باز به کتاب‌های بسیار روی آوردم و فکر میکنم که یکی از سخنان خردمندانه عبدالحکیم مراد این بود که او گفت خوب تمام کتاب‌های ضد اسلامی که تو میخوانی از جانب غیر مسلمانان نوشته شده‌اند. آخر اگر تو عقاید مسیحیت معلومات بیشتر پیدا کردنی باشی تو برای فهمیدن آن که چرا آنها به این عقیده باور دارند و دلیل‌های آنها چیست نه کتاب‌های اتئیست‌ها بلکه کتاب‌های نوشته مسیحیان را میخوانی که با اسلام نیز تو باید عیناً چنین رفتار نمایی. باید کتاب‌های اسلامی را که معلمان و علمای اسلامی نوشته‌اند مطالعه کنی. انا آنگاه تو میتوانی کتاب‌های در یک موضوع مشخص نوشته مؤلفان مسلمان و غیر مسلمانان را مقایسه کرده بینی که غیر مسلمانان در نتیجه ترجمه نادرست کلمه‌ها در کجا اشتباه کردند. شاید در بعضی موردها جای داشتن اشتباه‌ها قصدی نبود بلکه به سبب آن روی داد که آنها بی‌خبر بودند که در اسلام بعضی چیزهای آنها ذکر کرده وجود ندارند و این چنین برعکس در آن چیزهایی هستند که به آنها نرسیده است و در نتیجه تو می‌بینی که به طفیل این عامل‌ها دینی کاملا غیر واقعی به وجود می‌آید. من محض همین کار را کرده ترجمه حال پیامبر را از کتاب مارتین لینکس با نام محمد حیات پیامبر بر اساس اولین سرچشمه‌ها که از جانب یک نو مسلمان نوشته شده بود آغاز کردم. ملاحظه و اسلوب ادبی او به من خیلی پسند آمد زیرا از نگاه فرهنگی برخورد ما به همان یک موضوع یکسان بود. این بار اول بود که پیامبر به من
من نه آنقدر همچون فرمانده جنگی چون که من پیشتر تصور میکردم، بلکه همچون پدر، همچون دوستی نزدیک، همچون معلم و غیره نمودار گشت و من شخصیت او را مشاهده نموده به خود گفتم خوب چیزی هم بگویم. من گفته نمیتوانم که او آدمی خوب نیست. شخصیت او مرا وادار کرد که باز هم بیشتر خوانده معلومات بیشتر به دست آورم. هنگام تحقیقات خود چی شما رو بیشتر به حیرت آورد؟ سرگذشت هند. محض همین سرگذشت یک نوع تغییرات را به وجود آورد و من کاملا تغییر یافتم. زیرا من خواندم که هند همسر یکی از دشمنان پیامبر، همسر ابو سفیان بود که خودش برای کشتن حمزه امک محبوب پیامبر صلی الله علیه و سلم پول داد و این واقعا در میدان جنگ رخ داد و حمزه کشته شد. آنها حتی گوشهای او را به نمایش گذاشتند، بینیش را بریده به طور دهشتناک او را مسله نمودند. البته پیامبر از این حادثه سخت اندوهگین شد. پس از سالها او خیلی پرقوت شده قدرت را در مکه به دست آورد. انا باز همان هند خواندم و فکر کردم تمام حاضر او را یا محکوب میکنند یا سرش را میبرند یا یگان کاری دیگر. اما پیامبر تنها میگوید من حالا آماده نیستم که او را ببینم، ولی همه شما را بخشیدم. اگر خواهید در همین جا بمانید و در میان مسلمانان زندگی کنید مشکل نیست، اگر نخواهید شما میتوانید بروید، قصاصگیری دیگر وجود ندارد. بعد من فکر کردم که هند در حقیقت بخشیده شد. اگر شما قاتلی را که شخصی نزدیکتان مخصوصا امک محبوبتان را کشته است و حتی عضوهای بدنش را به نمایش گذاشته به این وسیله مناسبت تحقیرآمیزانه خود را نسبت به شما و عقیده آورده اتان نشان داده است، بخشیده توانید، پس این افاده اخلاقی بلند شماست. این خصلت عجیبی است که کم به نظر میرسد و او محض همین خصلت را نشان داد. بعد من خود به خود گفتم او در حقیقت یک شخص فوق‌العاده بود و به خود گفتم آخر همه اینها خصلت‌هایش و برخوردش با دیگران، برخوردش با دشمنان و نبوت او دلیل هستند که و من فکر کردم که او در حقیقت پیامبر است. اما در این وقت به سرم فکر آمد که کار عاقبت دهشتناک گرفته ایستاده است، چون که من الکی توحید خدا را اعتراف نمودم و اکنون میگویم که او پیامبر است و اگر من تصدیق کنم که خدا یکتا است و محمد پیامبر اوست پس این الکی شهادت است. از این رو من قرار دادم تمام کتاب‌ها را میپیشم، بس است، کار به جای نادرست رفته ایستاده است. البته به طفیل آن چیزی که آموختم، خواندم و احساس کردم کیفیت من دیگر آنقدر ضد اسلامی نبود. حالا این همه به یک افسانه مانند است، اما این واقعا چیزی بود که در آن آخر روی داد. در روی میز کتاب‌ها خوب بودند و وقتی من احساس کردم که این واقعا شهادت است، قرار کردم که کتاب‌ها را یک سو میگذارم و آنها را برداشته به رف بالا گذاشتم. اما آنها آنقدر زیاد بودند که بعضیشان افتادند. در میان کتاب‌های افتاده قرآن نیز بود. وقتی آن را از فرش برداشتم دستم به اختیار در صحیفه سوره 22 آیت 46 افتاد که در آن آمده است هرآینه این نه چشم‌ها هستند که کور میشوند بلکه دل‌هایند. و من به خود فکر کردم این است مشکلی من، زیرا عیب در چشم‌ها نبود. من آن چیزی را که خودم نوشته بودم میدیدم. کسی مرا مجبور نکرده بود که این کتاب را نویسم. کسی به من این را نویس و اینش را ننویس نگفته بود. من خودم نوشتن را آغاز کردم و همه چیز را با چشم خود دیدم، اما به هر حال نتوانستم اعتراف نمایم که او پیامبر است و خدا یکتاست. بنابراین نه به سبب چشمانم بلکه به سبب دلم نمیتوانستم این را اعتراف کنم. شاید این نفس من یا خودبینیم بود که این را قبول نداشت. آنگاه من گفتم ای خدا، آیا او خدایست از قرآن یا انجیل؟ این برایم فرق نداشت و من نشانه یا چیزی مانند آن فرست تا من 100% باوری داشته باشم که این راه درست است. پس از این من خواب رفتم. هنگامی که من از خواب بیدار شدم من در خود دلپوری کامل را حس کردم. من دلپوری را احساس کردم که قبلا هیچ احساسش را نداشتم. تمام اضطراب و شبهه ها برهم خورده بودند چنان که برف در زیر آفتاب آب می شود. و بعد به خود فکر کردم که من مسلمانم. سپس البته من این را به نزدیکانم خبر دادم. وقتی که شما اسلام را قبول کردید اطرافیانتان چگونه مناسبت کردند؟ السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. ما یک چیز عجیب رو مشاهده کردیم که تقریبا 90% تماشابینان ما ابونه نشدند. چگونه ای که مشاهده کردید شبکه ما با مقصد فایده به دست آوردن تأسیس نیافته است، تنها برای پهن نمودن اسلام است. برای همین از شما خواهش داریم که به شبکه ابونه شده به دوستانتان نیز پهن کنید تا شما نیز در این کار خیر یعنی ثواب همراه شوید. وقتی که شما اسلام را قبول کردید اطرافیانتان چگونه مناسبت کردند؟ بسیاری ها البته به این خیلی منفی واکنش نشان دادند. برای بسیاری ها مخصوصا برای عمکانم و عمه‌هایم وقتی که آنها این را در خبرها شنیدند این برایشان غیر چشم داشت بود. وقتی به مادرم گفتم او گریه کرد. زنم خیلی بافهم بود و این چیز را آرامانه قبول کرد. او گفت اگر در حقیقت به اسلام ایمان داشته باشی و آن در دلت اینقدر جای گرفته است پس من چی؟ بعضی از آدمان از کاری پیشترم خیلی خشمگین شدند. من از آدمانی که مرا دستگیری می‌کردند
одамоне ки ба ман овоз дода буданд тақрибан 2000 таҳдиди марг гирифтам. Одамон ба ман таҳдидҳои даҳшатнок мекарданд. мо занатро таҷовуз мекунем, туро мепаронем, мо медонем фарзандонат дар куҷо таҳсил мекунанд ва ғайра. Дар аксари мавридҳо ин ҳама як сафсата буд, зеро онҳо одамони девонае буданд ки бо навиштани сафсатаҳо дар компютер машғул ҳастанд. Яъне ин як замони пур аз ҳаяҷон буд. Албатта ман корфармоамро ҳам хабардор кардам ва азбаски дар созмони насронӣ кор мекардам, роҳбари созмонамон гуфт ин боварнокарданист. ӯ гуфт ман баъзе дигаргуниҳоро пай бурда будам, зеро вақте ки ту дар радио баъзе мавзеъҳоро баҳс мекардӣ хеле нармтар гашта дигар мисли пештара дурушт набудӣ. Аммо бовариам намеояд ки мусалмон шуда бошӣ. Пас аз он ки ман ба ӯ гуфтам бале мусалмон шудам, ӯ ба ман гуфт ду рӯз хобам набурд, ман инро қабул карда натавонистам. Ин хеле аҷиб аст. Аз ҳама мушкил бароям хабар додан ба бобоям буд, зеро бобоям дар ҳоли марг дар синни 93 ё 94 солагӣ дар бистари марг мехобид. Ман бояд ба ӯ инро мегуфтам ва модарам он вақт ба ман гуфт ки бояд ҳама чизро ба бобоям ки падари ӯ буд бигӯям. Ман гуфтам чунин ки бошад ту бояд ҳамроҳам бошӣ. ӯ гӯё сипари ман буд. Ман ба бобоям гуфтам гӯш кун бобо, ман мусалмон шудам. Вай чашмонашро пӯшид ва ба ман чунин намуд ки нафаскашиаш қатъ шуд, зеро ӯ хеле пир шуда буд. ӯ воқеан муддате нафас накашид. Сипас дубора нафас гирифт ва ба ман нигариста гуфт ҳадди ақал хуб ки католик нашудӣ. воқеан хандаовар аст. охирин ҳодиса ин буд ки роҳбари пешинаи ман аз ман пурсид ки медонад шояд ту рӯзе ҳинду ё дини дигареро қабул кунӣ. Ман ба ӯ ҷавоб додам ман пештар ягон динро худам интихоб накарда будам. ягона дине ки ман худам интихоб кардам ин ислом аст. пеш аз ин ман дар интихоби дини худ иштирок намекардам. ман дар оилаи масеҳӣ таваллуд шудам ва тарбияи насронӣ гирифтам ва барои ҳама некиҳое ки он ба ман додааст миннатдорам. аммо ин қарори шахсии ман набуд. ягона лаҳзае ки ман қарори худамро баровардам ин лаҳзаи мусалмоншавиам буд. ва чунон ки гуфтам он муҳимтарин қарор дар ҳаёти ман қарори оқилонатарин буд. баровардани ягон қарор ин қадар вақтамро яъне якчанд солро нагирифта буд ба ҷуз қабули ислом. аввалин бор намоз хонда чӣ ҳис кардед? ин албатта як эҳсоси олиҷаноб буд, аммо дар айни замон хеле аҷиб, зеро масеҳиён ба таври тамоман дигар ибодат мекунанд. масалан бо дастҳои ҳамҷоя ва ё зонузанон дар назди кати хоб. аммо ман фикр мекунам ки ин як эҳсоси олиҷаноб аст. вақте ки шумо воқеан саҷда мекунед, дар баробари парвардиgoратон саҷда мекунед, як лаҳзаи хеле таъсирбахш ва шояд аҷибе ки ман аз он эҳсоси хушбахтӣ кардам. се имтиҳоне ки баъд аз пазируфтани ислом дучор шудед кадомҳоянд? хуб, қабули ислом албатта худ як имтиҳони бузург буд, зеро ман бояд ба тамоми ҷаҳон ба оилаи худ эълон мекардам ва ин имтиҳони бузург буд. худи фикри он ки мусалмон шудан то чӣ андоза душвор хоҳад буд имтиҳон аст, зеро дар назди як масеҳии протестантӣ талаботи динӣ чандон зиёд нест. ҳамчун мусалмонон аз нигоҳи амалӣ шумо бояд 5 вақт намоз хонед, парҳези муайянеро дар хӯрок риоя кунед, ба таври муайян фикр кунед, ҳамеша кӯшиш кунед ки дар робита бо офаридагор беҳтарин бошед. азбаски 5 вақт намоз ёдоварии доимии офаридагор мебошад, шумо он ҳақиқатеро ки парвардигор вуҷуд дорад аз насронӣ дида бештар идрок мекунед. шахсан ман инро ҳамин тавр қабул кардам. ман ба худ гуфтам аз ин бармеояд ки ман бояд 5 вақт намоз хонам, бароям ин кор мумкин нест, он кор мумкин нест, ин корро кун. аз ин рӯ қабули ин ҳама бароям хеле душвор буд, аммо баъд аз мусалмон шуданам ин чизҳо ҳеҷ душворие надоштанд. оё шумо фарзандони худро мусалмон тарбия мекунед? албатта кӯшиш мекунам, аммо ман то ҳол дуруст намефаҳмам ки чӣ тавр фарзандонро мусалмон тарбия кардан лозим аст. ба назари ман махсусан дар замони мо ин кори осон нест. албатта вақте ки издивоҷ кардам ман ҳанӯз мусалмон набудам. умуман ваъда дода будам ки фарзандонро масеҳӣ ба воя мерасонам, аммо ҳамчун мусалмон албатта ки ман дигар онҳоро дар рӯҳияи насронӣ тарбия намекунам. агар кӯдакон дар бораи масеҳият саволе дошта бошанд ба зани ман муроҷиат мекунанд ва аз нуқтаи назари насронӣ посух мегиранд. аммо агар ба ман муроҷиат кунанд ҷавобҳои исломӣ мегиранд. аммо аксар вақт вай мегӯяд аз падаратон пурсед. завҷаам барои тамоми оила таоми ҳалол мепазад. ин хеле гуворо аст. вай мегӯяд ман 5 вақт хӯроки гуногун пухтанӣ нестам. ҳама як хӯрокро мехӯранд. модом ки ту ғизои ҳалол талаб дорӣ, ҳама ҳалол мехӯранд. кадом изҳоротатон дар бораи ислом бештар таҳқиромез буд? шояд изҳороти он ки ислом дурӯғ аст, зеро ман борҳо гуфта будам ки ислом дурӯғ ва қуръон заҳр аст. ҳангоме ки ман ислом дурӯғ аст мегуфтам, ман тамоми динро дар назар медоштам, яъне ҳар як чизеро ки он дар худ дорад, яъне то андозае ин қуллаи ҷоҳилият буд. оре ин чизе буд ки ҳоло ман аз ин хеле афсӯс мехӯрам, зеро он монанди соябоне буд ки ҳама чизро зери андешаи ислом дурӯғ аст таҳти худ ҷамъ намуда буд ва ҳамчун мафҳуми асосӣ хизмат мекард. албатта ин айби ман ва инчунин айби бисёре аз мусалмоноneст ки дини исломро риоя намекунанд.
کنند. من این چیز را درک میکنم، زیرا از نگاه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کارها تغییر نیافتند. حتی بعضا اعضایان حزب پیشینه هم میگویند که من به آنها خیانت کردم. همه این البته ناگوار است و برای همین ما این سازمان را که مرکز تجربه اسلامی نام دارد تأسیس دادیم. ما با مکتب‌های ابتدایی و میانه، کالج و دانشگاه‌ها، دو شعبه دولتی و دیگر سازمان‌های جمعیتی، نمایندگان کلیسا برای از بین بردن نافهمی‌ها عاید اسلام، تبلیغ کردن پیام آن و به طور حقیقی معرفی کردن آن همکاری داریم. برای این ما حتی مدل‌های واقعیت ویرتوئالی را با عینک‌های مخصوص استفاده می‌بریم که خیلی جالب است. همین طور من کوشش می‌کنم که همه آن تعصب‌هایی را که قبلا با هر راه پهن کرده بودم از بین ببرم. چطور آدمان می‌توانند درباره اسلام بیشتر معلومات گیرند؟ آیا تنها جستجو در گوگل کافی است؟ نه، من به شبهه گوگل را توصیه نمی‌دهم. این حتی آخرین چیزی است که من پیشنهاد می‌کنم و من طرفدار کامپیوتر نیستم. من فکر می‌کنم که خواندن کتاب‌های واقعی، یعنی ورق زدن کتاب‌ها خیلی مهم است. من کتاب مارتین لینکس محمد حیات پیامبر بر اساس اولین سرچشمه‌ها را که قبلا ذکر کردم و مقواش سبز است توصیه می‌دهم. فکر می‌کنم مهم برای آدمان آن است که نباید به واسطه باغوطه زدن به قرآن خود را مشغول سازند، زیرا آن یک کتاب خیلی مرکب است و اگر شما کسی نداشته باشید که آن چیزی را که شما خوانده ایستاده اید به شما فهماند، خصوصا وقتی که اکثریت آنهایی که درباره اسلام چیزی نمی‌دانند به زبان عربی و یا عربی کلاسیکی حرف نمی‌زنند، در این حال بیشتری وقتی شما تنها با خواندن شرح یا ترجمه معنای قرآن محدود می‌شود که در حال حاضر برایتان مطلوب نیست. از این رو من توصیه می‌دهم که سیرت، زندگی نامه و خصلت‌های شخصی پیامبر آموخته شود، زیرا این چیزی است که انعنه به ما تعلیم می‌دهد. زندگی او تجسم قرآن بود و خودش واقعاً قرآن زنده بود. سنت او را آموزید و این شاید بهترین راه شناخت اسلام باشد. و شما در آخر چه آرزو می‌کردید؟ پس از مسلمان شدنم خیلی خوشبخت‌تر شدم. از این رو من بسیار می‌خواستم که دیگران نیز مسلمان شوند، زیرا اسلام در روح انسان و قلب او آرامی می‌بخشد. اسلام حقیقتی است که با قلب و روح هماهنگ میباشد. اقلاً کوشش کنید که به آن از موقع اسلامی نظر اندازید. درباره حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بخوانید، بفهمید که مسلمانان به چه اعتقاد دارند. با فهمیدن رفتار آنها کوشش نکنید، زیرا شماره زیادی مسلمانانی هستند که عموماً مثل مسلمان رفتار نمی‌کنند، از جمله من هم نه همیشه از روی اسلام، چون که از من و از همه ما طلب کرده می‌شود زندگی می‌کنم. اما شما باید به نمونه بهترین که این پیامبر صلی الله علیه و سلم هست پیروی کنید و اگر شما سیرت او را آموزید، شاید آنگاه راهنمایی را پیدا نمایید که شما را به سوی حق هدایت می‌سازد.